الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک دو روز است که برادران و خواهران زیاد از ما در مسئله زکات فطر سوال می نمایند. زکات فطر این همون زکات است، این یک مقدار معینی طعام از دانه های است که داده می شود به مسکین ها و فقیرها از جانب روزداران، به مسکین ها و فقیران مسلمان. زکات فطر داده می شود به خاطر برطرف کردن کمبودی که در روزداری روزداران به وجود آمده است. پس زکات فطر به مانند سجده صف است. انسان وقتی که نماز می خواند یگان کمبودی کرد، یگان واجبات را بگوییم، یگان چیزی مهمی نماز را ترک کرد و فراموش کرد. در این حالت به او سجده سهو واجب می شود. سجده سهو میکنید به خاطر اینکه همون کمبودی که شما در نماز انجام دادید برطرف شود، نابود شود و بخشیده شود. زکات فطر رمضان بارک الله فیکم به مانند همین است که کمبودی و نقصان و همون اشکالات و مشکلی هایی که در روزداری روزه شما به وجود آمده بود، شما میدانید یا نمیدانید، کمبودی های شما را برای برطرف کردن، برای روزهتون را کامل کردن و به درجه بالا بردن، 100% روزهتون را خوب و زیبا و مقبول کردن، این رحمت الله سبحانه و تعالی هست که به من و شما انا همین زکات فطر را مشروع کرده است، گذاشته است. در آخر رمضان زکات فطر میدید که روزه های داشته شما باز خوبتر شود، کمبودی هاش نابود شود. بارک الله فیکم. این رحمت الله است. این رحمت الله است که به این امت بهترین امت خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و سلم زکات فطر را مشروع کرده است. زکات فطر میدهید باز کمبودی های شما برطرف می شود، روزه های شما درجهش بالا می شود، خوب و کامل می گردد. بارک الله فیکم. زکات فطر را از چی چیزها داده می شود؟ برادران عزیز و خواهران بزرگوار، بارک الله فیکم، همیشه و همیشه تکرار میکنیم و تأکید میکنیم که زکات فطر این از دانگی داده می شود. بمانند برنج، بمانند جو، بمانند بگویم زردالو که دانگی هست، بمانند خرمای خشک، بمانند چارمغز، بمانند لوبیا، بمانند مویز خشک که همه این چیز از صحابگان روایت شده است. در حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند زکات الفطر صاع من تمر. زکات فطر یک صاع از تمر است، یا یک صاع از بگویم تمر یعنی خرمای خشکی که در زمین های عرب، جزیره های عرب میشود. فینی که میگن به زبان روسی که شما میفهمید، به زبان عربی تمر است، یا که از شعیر، از جو داده میشود و تمام دانگی ها را به همین قیاس میکنند. چخیلی که در حدیثی متفق علیه از قصه حضرت معاویه رضی الله عنه و دیگر صحابگان انس بن مالک روایت شده است که دانگی میدادند. پس شما برادران عزیز و خواهران بزرگوار این زکات فطر را باید پیش از نماز عید تا نماز عید از همین روز شروع کنید تا وقت نماز عید حتما باید بدهید. پیش از نماز عید، پیش از نماز عید این چیز دانگی هایی که دادید این رو زکات فطر گفته میشد. بعد از نماز عید این زکات فطر نیست، بلکه این یک صدقه حساب میشد. برای همین تا نماز عید باید بدهید. مقدار زکات فطر چقدر است؟ 3 کیلو. 3 کیلو از جو، مثلا 3 کیلو از برنج، 3 کیلو از خرمای خشک، 3 کیلو از زردالوهای تازه. پس ما کدام نمود دانگی ها رو انتخاب کنیم؟ دانگی های ارزان یا که قیمت نه، وسط رو، مابین رو. سنت رسول اکرم صلی الله علیه و صحابگان و سلف این امت این بود که هر یک چیز رو وسطش رو میگرفتند. پس مثلا امروز گندم به نهایت ارزان است و مشقت زیاد هم دارد برای ارد کردن. ارد هم ارزان است. از همین جهت شما 3 کیلو برنج گیرید. به من خبر دادن که در تاجیکستان 1 کیلو برنج 10 سومان است. 3 کیلو برنج برای خودتون، 3 کیلو برنج برای زنتون، 3 کیلو برنج برای فرزندتون، پسر یا دختر، کودک باشد هم برای کودک هم شما زکات فطر دید. این احسن است و خوب است و به نهایت عالی است. بارک الله فیکم. پس می توانید از دیگر نمودی دانه ها استفاده برید که نرخش قیمت باشد. شما پولدار باشید
برادران عزیز، اگر پول داشته باشید، اگر مبلغ داشته باشید، شما از چیزهای قیمت، از دانگی‌های قیمت، از مغزهای قیمت، از بگید مغز بادام، از مویز، از چیزهای قیمت بها بگیرید و به برادران و خواهرانتون بدید. یا که 3 کیلو از مغز بادام بگیرید، 3 کیلو زردآلو تازه بگیرید، 3 کیلو خرمای خشک بگیرید، تمر فینیکی، 3 کیلو از زیتون بگیرید و بعد از این 3 کیلو از گرونج بگیرید. همه این رو جمع بکنید، به همتون حساب بکنید، به یک فقیر مسلمان بدهید. به کی داده میشد؟ به فقیر مسلمان، به فقیر مسلمان داده میشد. اما تنبلی کردن، پول دادن درست نیست. به من مهاجران بسیار برادران و خواهران موحد سوال میکنن که از هجرت ما در بین کفار به کی بدیم؟ علاج نداریم، آدم نداریم. ما میگیم پول ها را جمع کنید، به تاجیکستان روانه کنید، به خانواده‌تون روانه کنید، به اونها فهمونید که انمین چیزهای گیرند و از شما نمایندگی کنند و به یگون قنبغلی مسلمان نمازخانه بدهند. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. اما در مسئله کدام روز شدن عید، ما تقریبا بعد از 1-2-3 ساعت وقتی که نماز مغرب شد به شما خبر میدهیم، چرا که وقتی که ماهتاب رو دیدند، بعد از دیده شدن ماهتاب بعد ما میفهمیم که کدام روز عید است. هر کسی که تا همین روز عید رو، روزش رو، ماهتاب رو ندیده اعلان کرد، خطا کرده است. این علمای درباری تاجیکستان، علمای صوفی های درباری طغوت پرستی روسیه و دیگرایی که روز عید را پیشکی 1 ماه پیش معین کردند و 4-5 روز پیش معین کردند، این همه غلط است. به این اعتماد نمیکنیم. ما انتظار میشویم، همین روز انتظار میشویم 1-2-3 ساعت دیگر، وقتی که علما در مکه مدینه و در دیگر جاها در همه جا هستند که میبینند ماهتاب رو، ماهتاب وقتی که دیده شد روز معین میشد، فردا یا عید است یا که پس فردا عید است. فردا عید میکنیم یا که پس فردا عید میکنیم، از ماه دیده میشد. دلیل این سخنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در حدیث آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. ماه مبارک رمضان رو وقتی که اولین روزش رو شروع میکنید به روزه‌داری، اول از ماهتاب دیده ماه مبارک رمضانش رو در اومدنش رو دیده روزه بگیرید. شروع شوی ماه مبارک رمضان هم از خودتون شروع نکنید، به ماهتاب ببینید و این چنین پایان یابی ماه مبارک رمضان رو هم به ماهتاب ببینید، از ماهتاب ببینید و روزی عید رو معین کنید. بارک الله فیکم، حیاکم الله بیاکم، تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال.